بریم با هم دیگه کوروش رو ویزیت کنیم ببینیم که چی کارش شده بود. تو قسمت قبلی دکتر نباش کوروش حالش بد میشه و میره و اینم به جاش میذارن، ولی همه ما نگران بودیم تا اینکه تو این اپیزود جدید که امروز اومد کوروش میاد توضیح میده که چی کارش شده بود. تنها چیزی که قبلش خورده بودم قهوه و یک کیک بود. حالا نمیدونم کدوم یکی از اینا خراب بود یا مشکل داشت، چیز بود که منو اینجوری که بعد اینجوری است که همون لحظه من از مثلا یه نیم ساعتی قبل از پادکست شروع شه یه ذره به هم ریخته بودم. اول از همه باید بگم که به احتمال خیلی زیاد مسمومیت به ماده غذایی نمیتونه باشه. چرا؟ چون هم علائم خیلی سریع شروع شده و بعد علائم گوارشی مثل اسهال و استفراغ نداشته. تشخیص احتمالی من برمیگرده به آنزیم CYP1A2. این آنزیم تو کبد همه ما هست و کارش اینه که وقتی که کافئین جذب میشه شروع میکنه کم کم کافئین رو متابولیزه میکنه و از بدن ما خارج و حذفش میکنه. و چون که کوروش برخلاف میها و ایمان اصلا عادت نداشته تا حالا قهوه بخوره، جزو دسته اسلو متابولایزرهای کافئین قرار داره. این آنزیم بر اساس ژنتیک هر فرد آدم‌ها رو به 3 دسته تقسیم میکنه. اول از همه فست متابولایزرها که احتمالاً ایمان توش قرار داره که میتونه حتی قهوه بخوره شبا بگیره راحت بخوابه و یه مقدار خیلی زیادی کافئین مصرف میکنه. و دسته بعدی نورمال متابولایزرها که اکثرا تو همین دسته قرار داریم. میام احتمالاً همین دسته است که قهوه میخوریم بعدش تو خوابمون تاثیر میذاره، هوشیارترمون میکنه. و کوروش هم تو دسته اسلو قرار داره. خیلی کند این عمل متابولیزه کردن کافئین اتفاق میفته و اون مقداری که کافئین تو بدن به پیک میرسه تو این افراد مثل کوروش خیلی طولانی میشه. برای همین وقتی که مصرف میکنن دچار بیقراری شدید میشن، احتمالاً تعریق و عرق بکنن، ضربان قلبشون میره بالا و یه حس خیلی بدیه. این ویدیو رو لطفاً کوروش رو تگ کنید، لایک کنید و واسه کوروش بفرستین و اینکه امیدوارم حال کوروش همیشه خوب باشه. من که خودم به شخصه حداقل 7 ساله دارم میبینمشون و باشون رسما بزرگ شدم.